اول صفحه چیه؟ معاملت. صفحه بعد چیه؟ ام اتخذوا. صفحه بعد چیه؟ وهو الذي خلق صفحه الليل. بعد چیه؟ قل انما غزاكم. صفحه بعد چیه؟ قالوا فاتوا ونوحا. ما شاء الله. الله. پدرت حالا دعوت کرده یا نکرده؟ انا و عبدی. سوال می‌فرمایند که اگر برادر شما بخواد شما رو احیانا کتک بزنه شما چی کار میکنید؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ما شاء الله. اذا تألبت علينا دول الكفر ماذا نعمل؟ اگر دولت‌های مستکبر همه بر ما دور ما جمع میشن و میخوان ما را بزنن، ما چه کار کنیم؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. بنفس السلاح لابد ان نرد عليه. هذا الصحيح. خب باز هم سوال بفرمایید جناب حسین. لو اردت إذا أردت أن تسأل من تسأل في المسائل العلمية الدينية؟ اگر سوال علمی میخوای بکنی از کی میپرسی؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. سأله ماذا تحب من الأغذية والأطعمة، أجاب بهذه الآية الكريمة. چه لباسی رو دوست دارید؟ ولباس التقوى ذلك. الله اکبر. الله اکبر. سوال فرمودن که چهارپایانی که تا به حال شما دیدید کدام ها بودن؟ حالا اینم یک نوع سوال به هر حال. چهارپایان رو میفهمین توضیح بعد الجواب سأترجم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. بهترین هدیه پدر برای بچه خودش چیه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما شاء الله. أحسن هدية وأحسن أدب يتقدم به أب لابن قال ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقه در دین. بفرمایید حضرت عالی. پیام شما برای خانواده شهدا چیست؟ چه پیامی دارید برای این پدر بزرگوار و همه ولا پدران؟ تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الله. نظرت در مورد علما چیست؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. الله. پیام شما آقا سید محمد حسین به اون کسانی که علیه امت اسلام، علیه انقلاب اسلامی، علیه مسلمون ها دارن توطئه میکنن و بد اونها رو میخوان، برای اونها چه پیامی دارید؟ فاذا قرأت